داستان کوتاه زندگی شاهزاده ها در سرزمینی دور. دو شاهزاده زندگی می کردند. شاهزاده آریان و شاهزاده لیانا. هر دو در قصری بزرگ و زیبا بزرگ شده بودند، اما زندگیشان فقط پر از تجملات نبود. از کودکی یاد گرفته بودند که مسئولیت پذیر باشند و به مردم سرزمینشان کمک کنند. آریان بیشتر وقتش را صرف یادگیری شمشیرزنی و دفاع از سرزمین می کرد، در حالی که لیانا عاشق کتاب خواندن و یادگیری هنرهای مختلف بود. با اینکه هر کدام مسیر متفاوتی داشتند، اما یک چیز مشترک داشتند: دل مهربان و شجاعت واقعی. روزی سرزمینشان با خشکسالی روبرو شد. مردم نگران بودند. شاهزاده ها تصمیم گرفتند کنار هم بایستند. آریان به روستاها رفت تا به مردم کمک کند و لیانا با مطالعه و تحقیق راهی برای پیدا کردن آب پیدا کرد. در نهایت با تلاش مشترکشان چشمه‌ای قدیمی را پیدا کردند و دوباره آب به سرزمین بازگشت. از آن روز مردم فهمیدند که ارزش واقعی شاهزاده بودن نه در تاج و تخت، بلکه در خدمت به دیگران است.